کیلو کم اومد گوشت 56 کیلو کم آمد امروز گوشت امروز چه رقم میره دوباره میره او گپ نزن برای من این گپ نزن برو خیلی گپ میزنم این گپ ما نزن یاره چی تضمینی وجود دارم یاره رکشا خالی میایه گوشتی که طول میشه اینمی جپا را داشت سرباز میکنن با سر نظام با افتخار میبرن گپ میزنن که ما صادق هستیم صادق امیره میگن 65 کیلوی مسکر گوشتش دزدی بکن حالی گپ تو برای ما میزنی دکتر چند مرتبه روزانه طول میکنی تو رو از اون خدایی که پیدا کرده یک بار من اینجا یک بار طول میکنی کدام وقتی دیگر اگر قراردادی چی نه تو را خدای نه مزدور هستم نه کماندان لوا نه گاردنزون ما هستم اینجا از سرت که برای چند مرتبه تو رئیس ما از اول عرض بگم ما از هیچ کس ثبت نام ندارم به خاطر اینکه دیس خود سر قرآن ماندیم اند قراردادی قسم میده که در روز چند کیلو تو دنبال فهمید و مسترد میکنه من مسترد میکنم ما در روز یک بار میجیم میایم از کیفیت گوشت ما چیز میکنم تفتیش میکنم خراب باشه مسترد میکنم تو چطور عمر صاحب این نمیکنه او نمیکنه تو بازی گپا میزنی حالی این که گوشت کم بود میشه باز تو مده شد میگی 55 کیلو گوشت در باز هستم نگپ میزنی برو مشاکنه داره رئیسه بشه رئیس هیئت هستم گوشت تقریب کرد پس کنم امضا میکنه برش میگم محصول پیش رکشا خالی میاین رکشا خالی میاین گوشت این عمرن ما طول میکنیم ما خیانتکار هستیم کماندان گارنیزون ما خیانتکار هستیم کماندان لوا حسیب‌الله ما خیانتکار هستیم دیگه کسایی که مسئول هستند اینجا کی خیانتکار است با خدا شاخدارش باشه دنش تا کونش پاره میکنم کماندان لوا و گارنیزون باشه حقی عسکری بالا مرغابی که خون میرزانه حقی عسکری که دوجا پیدا میکنه گفتم ما دن پدر و اجدادش میکشم ما اینجا بود میکنم یادداشت بگی برید ناصر لوا